آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از 100 چند فایز است؟ برای 100 فایز جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. یافتم. این دفعه من یافتم. کنه رفتیم؟ کنه گمزن چیکار داشتی با لباس پلیسی؟ مقصد تو چی است؟ بسیار عاشق هستم اکه کمیسر. با من کمی ملایم مناسبت کنید چی؟ پلیسی ترک به عشق احترام دارد میگویند. عشق با لباس پلیسی چی علاقه دارد؟ نمیشود مگر اگر پلیس نمیشود. عشق با همه چیز علاقه دارد. شما به خواب ها نگاه کنید. میزی خواب ها رو میدیدگی دارید؟ باز خیلی خوب. من در خوابهایم عذاب و اشکنجه میکشم. به خوابی من در آمده عذاب و اشکنجه میدادگی را میافتید. در حقیقت سنجیدنش رو میبینیم. خیلی گذار تو باز من را مسخره میکنی ها؟ من را نزن. من سردارت هستم. من کمیسرم. با این سبب تو را باز بسیار تر میزنم. درد میکنه. بسیار درد کرد. یک طرف است. ایسا دارم اینجا. یک دقیقه کنی نقل کن. مرا میکشند پدر. کی تو را میکشد؟ تو را کی میکشته است؟ با من نگر. اگر از این ترسی هرگز نترس. گپ زن. من همینجا هستم. وقتی که من اینجا باشم کسی با تو یگان کار کرده نمیتواند. نفهمیدم ینگا. چیاش رو نفهمیدی؟ نقل کن میگوید. نقل کن. از مرا دزدیدنتان سر کن. برای گرفتن تو 2 ماشین آدم در تعقیب بودیم. راحت رو بریدیم. تو را من کردیم پدر. دیدی؟ بله بسیار خوب دوام ده. در نزدش باز یک کودک بود. بازی کیم چی خیل میگفتی با کودک. شما رو گرفتیم رفتیم در انبار بستیم شما رو. انا فهمیدی؟ دوام ده. تو خبری مرگ اکای ایتکین آمدن شما رو آنجا نگاه داشتیم. مقصدمان جنایت رو به تو بول کردن بود پدر. وحشی حریفانی پس شما رو میکشم. عزیزه تو چیکار میکنی؟ آرام شو آرام. تو دوام ده. فهمان. مادرش زنگ زده ایستوده است. مانکی گپ را درست نکن. بدتر گپ زنه میشود مادر. حاضر من در نزد مادرت هستم. دهانش باشد بسته. فهمیدم. مایلش مادر. گپ رو بسیار دراز نکرده به سوالهایم جواب ده. چقدرش رو نقل کردی؟ نامم رو دادی؟ آقا مادر میشود همین خیلی. آفرین. رفعت رو ما دزدیدیم گفتی؟ بله متاسفانه لیکن اصلاح کرده میتوانم. مجبوران میکنی. حاضر این کار کردنی شوی عزیزم میفهمد. هیچ نباشد نامم رو نداده این خوب است. ایتکین رو ما کشتیم گفتی ها؟ بله لیکن همین قدر. اگر گفته هایم رو پر کنی مصطفی جانی مادرت رو میبخشم. مایلش مادر من برای تو میمیرم. امر کن کفایه. زودتر گپ زن. گپ رو دراز نکن. یک چیزی مهم است پدر. نه
حاضر مرا گوش کن. ها تمام ана диди азизам, бин падаратро ман накуштам, фаҳмо? зуд бош. майлаш модарҷон, фаҳмидам. حاضر تلفنت رو خاموش نکرده به جیبت گذار که هر سخنی گفته‌ات رو شنیده توانم. اگر یک کلمه نادرست گویی اولادت رو نیست میکنم. майлаш модар, дастатонро мебусам. дар моҳ як бор занг мезанед магар? ҳане, зуд бош. гап зан канӣ? падарамро фуат кушт. ҳама инҳоро ба шумо фуат фармон дод. гап зан. нақл кун. азиза, турам ин қадар пурсида меистӣ. ин одами фуат аст. ҳамин. یعنی ینگا این آدم به فؤاد کار میکند گفتیم کو آدمی فؤاد که باشد امر را از فؤاد میگیرد не акаи фуад накард ҳама чизро акаи қудрат ташкил кард. قدرت گفتی؟ қудрат ки аст? قدرت یک بدبختی دیگر در عالم مافیا است نامش را به خاطر آوردگی آدم تلخه کف شده میمورد یعنی کمتر از رفت از تو میترسد لیکن хайр, тамом. ту чӣ гуфта истодаӣ? давом де. ҳама чизро акаи қудрат ташкил кард. оғои рифат ба акаи айтекин силоҳ кашиданашро шунида фурсатро истифода бурдааст. аввал оғои рифатро дуздидем. ба рӯи акаи айтекин омада бо силоҳи оғои рифат вайро парондааст. ман надидам, лекин нақша ҳамин хел. хабари марги акаи айтекинро шунида рифатро сар додем. қотилҳо, одамони пас азиза, шуморо азиза, мекушам. тамом. ту мекушам. ором шав. ту чӣ одами фуад несӣ абла? қудрат аз куҷо баромад? падар, ту нағз медонӣ. акаи қудрат як амр кунад одами кӣ будан муҳим нест. маҷбур ҳастӣ мекунӣ. ман ту дурӯғ гуфта истодаӣ, дурӯғ. ҳама чизро фуад нақша кард. дурӯғ намегӯям падар. акаи фуад аз ин кор хабар надошт. ҳатто фуад аз ин кор огоҳ нашавад гуфт. акаи қудрат айтекинро падараш барин дӯст медорад. ба ин кор монеъ мешавад гуфт. ҳозир ман туро хайр майлаш набошад. барои чӣ қудрат ин корро кард? یگان کس از فؤاد نبیند گفته به فکرم این کار هم تمام را بده. فقط این دفعه به آسانی خلاص خوردیم. قریب که عزیز جان را ابدا از دست می دادم. дар куҷое бошад набошад он аблаҳро ёфта нест мекунам, мекушам. ҳай майлаш азиз, тамом. ба ту ваъда медиҳам, вайро ёфта ҳисоби ин корашро мепурсам. چی کار میکنیم این آدم رو؟ با ما میآید. برای انیل را گرفتن وای با ما لازم است. با ماشین گذار. бахтиёр, аз ту бисёр узр мехоҳам. дар ҳақиқат барои ҳама чиз бисёр узр мехоҳам. тамом азизашон, тамом. ҳозир вақти гап задани инҳо нест. ту рост ба хона рав. моро дар он ҷо интизор шав. то маълум шудани воқеа дар хона ягон гап нест. парво накун, ягон чиз намегӯям. туро дар хона интизор мешавам. майлаш. гӯш кун пупсик, агар лозим шавад туро як ҳафта дар ин ҷо маҳкам мекунам. истироҳатамро сӯзондӣ, туро дубин кашаб мекунам. یک هفته نمیشود، یک هفته نمیشود، حتی یک روز نمیشود. علم برای آن حریف میرود. علم کی است؟ شریکت است. نیاکه جون، محبوبم، جانم، جیگرم، همه چیزم از وی. یعنی محبوبه آینده. نباشد به کی میرود؟ به خانه نو یک حریف آمده است. با وی میرود. او کی است؟ وی دادر جمیله بوده است. سالچو گفتنی حریف. با عروسی تو خط مینویسد؟ انیق، این خیل نیست، لیکن به همین مانند. گوش کنید رفیق پلیس، اگر اعلیم به نزد آن حریف رود من تمام میشوم، محو میگردم، خار میشوم، مرا به دار کشیدگی میشوید. گوش کن، محبوبه که دیروز داشته رفت با دیگر کس میرفتگی را دفع کن. گوش کن برادر، عشق زحمت طلب میکند، محبت طلب میکند، وقت طلب میکند. گوش کن، حالا از موضوع برآمد. حاضر وظیفه رو نو سر کردم. خیر، در اون وقت ها در شرق بودیم. ینگت هم حامله است. هوا چقدر خنک خدایا آن زمستان. من چی نقل کردم؟ چی گپ گوشم رئیس دایی؟ خلی گذار بجایت. اکی پلی جان،
من یک گفتم تو 1000 گفتی. بسیار علم داشته یان. من از تو همان را پرسیدم. پس چی رو پرسیدی؟ چی را پرسیدم؟ چی پرسیدنت رو ندانسته چی خیلی جواب دیم؟ از دست تو دیگر با من عقل هم نماند. گوش کن حاضر این خیل میکنه مکه کمیسر. تو خیلی علم داشته معلوم است. تو کمتر استراحت کن من حاضر روم بعدا باز میایم میلش. گبزن یک چای هم بیارم. میلش بگویم با اردرای پرسپاس یک چای. اینجا بیا بی عقل تو چیکار کرده ایستاده ای؟ درون کنی. گبزن چیکار داشتی با این لباس پلیسی در اینجا؟ دردش همین قیافه پلیسی بوده است. همین ستاره ها رو پرابلم کرده ایستاده است. اگر این ستاره ها رو نمیچسباندم من خلاص میشدم از این کار. بیا ببرم برو. ای مرغی قفص حاضر تو رو به درون میداریم لیکن به یگان کس چیزی نمیگویی فهمیدی؟ مایلا شکا اکای ممدو این رو چی خیل با جایش میداروریم؟ یک نقشه دارم. ای بچه گوش کن. تا خسته شدنم تو را دو بین کشف میکنم. دیدم که خسته شدم. هر انسان میشود که از داخل پلیس دیگر را جیغ میزنم که تو را تا سحر دو بین کشف میکند. فهمیدی مرا؟ مادامی که مرا اینجا پرتافتید همه چیز رو نقل میکنم. تمام نقل میکنم. از حالت پشیمانی فایده برده میتونیم. من پشیمان شدم. تو یک نقل کن. پشیمانی یک طرفی صد. من به تو حتی پیتزا میارم. سیر افغان بازگر مکک. این رو از اول میگفتی من همه رو نقل میکردم. گبزن حالا که کمیسر ما 4 نفر بودیم. ممدو عزیزم بختیار و من یک نقشه کشیدیم. درون در آمده یک آدم رو دزدنی بودیم. تو چی گفته ایستاده ای؟ به خدا راست میگویم حتی دزدیدیم ملکه. کلا ویرم شما کی را دزدیدید؟ قوسی مصطفی رو. او کی بود؟ وای همون آدمی از بالای درغ گرفتگی. شما او رو دزدیدید؟ عباس فرمان به حیرون نگاه داشتی. اگه ممدو آهسته که آدم را گرفته رفت. بشوخی؟ هیچ نفهمیدیم. نفهمیدی که منم اینجا هستم. انتظار باش. در داخل آن پیتزا تو رو هم بریان میکنم. پیتزای ما چی شد؟ میده اما دو پیتزا میویم. کمیسر این رو مانده رفت. همین رو گرفته پینمان کنم. نیه باز شده نخورم. شما کنی در جایتون نیستید؟ اکنون شما را پیدا کردم. معلوم می شود که از حجره نظارتی آدم می‌دزدید. چی؟ کی؟ شما ما؟ نه رفیق کمیسر چه علاقه دارد؟ همین خیل میشه؟ او یک شما فکر کنید از حجره نظارتی آدم دزدیدن بس کنی. عمر در حجره نظارتی بودگی ها رو یک دیده برا. مخصوصا آن نفره که از درخت فرا آوردیم کو مثل چرخی ماشین غوث بود. او رو هم دیده برا. مایلش سردارم. کنی گذارید با این طرف. با کجا؟ گذارید با این طرف. گذارید. اگر خواهی که گردنت رو نشکنم به سوالهایم جواب ده. سوالی تو چی هست میدونی؟ یا تو میخواهی که من تو رو خوب لگت کوب کنم من؟ مرحمت کنه دروید. با تالار اویلوی خوش آمدید. تالارمان هم خیلی خوش و برهوا است. همین های اشاره کند. بله همین ها که کمیسر. ای کلاغاز در حال ما را فروختی ها؟ این دهنی الان میگویی که کم است. کاش که این گفته هایت راست باشد خلند. درست نیست مگر کجام. پیش از مرا اینجا تنها پرتافتم باید فکر میکردید. این کمیسر بسیار غضبناک بوده است. 2 دقیقه صحبت میکنه 12 دقیقه تایق شب. بس کنید. از حجره نظارتی چه خیلی آدم دزدیدید کنی نخون کنید؟ این خیلی نیست کمیسر. شما به گپ همین دیوانه باور کردید. او این دیوانه از دکتر حجت دارد. او با گفته این هیچ اول کردن. کوشش نکنه که یگان تاش رو باور نمیکند. چیا که نگفتم هیچ کدامش رو باور نکرد. بسیار زیرک.
маро беҳуда хаста накунед. аз дубин кашаб кардани ин одам хаста шудам. аз изҷо дигар наметавонам. барои чӣ нонамро дуздида? ин хел нест рафиқ комиссар, мо ягон касро надуздидем. надуздидем? хайр гӯем ки дуздидем, мо дуздидем. набошад мо инро чӣ кор дорем? ҳамин хел не? мантиқан ҳамин хел не? ҳа, ин мантиқан дуруст аст. аз худаш мебофад. пештар ҳам аз хобаш мӯй оварданашуд. ман пурсидам, агам изи пурс хобилӣ надоранд, хобилиро бо намебинам. девонагӣ худро халос карда наметавонед. ҳамаатонро овора мекунам. хари гап занед. дар куҷо аст он одам? ягон камбудӣ нест рафиқ комиссар. чӣ хел камбудӣ нест? он нафар дар ҷояш аст? дар ҷояш буд рафиқ комиссар. имшаб бе ин ҳам фақат вай буд, ягон каси дигар набуд. майлеш, баро. не ана дидид? эй бевиҷдон, эй бехудо, ту бо ман бозӣ мекунӣ? ту бо ман бозӣ мекунӣ? ту чӣ мехоҳӣ аз ман? ба худо рост мегӯям ака. ҳоло ҳам рост мегӯяд. бисёр нақд шуд ба ту беақли калағаф. бегабла, ту бо ман чӣ дар дорӣ? назан кифоя. ту бо ман чӣ дар дорӣ? хайр тамом, рафиқ полис, бисёр фишораш наоред. гуфтем ку ин ҳуҷҷат дорад аз девон. албатта ин девон аст. имрӯз боз дар хобаш дид ё чӣ шуд, ҷонаш подиш шудан хост. ба фикрам қиёфашро пӯшид, ба берун баромад. ин девон аст бечора. барои ҳамин ин либосро пӯшид? чӣ алоқа дорад акай комиссар? мо аз дохил одам гирифта бароварданӣ будем. ҳоло ҳам одам тамом, асабӣ нашавед, ором шавед. мо худамон бо ӯ гуфтагӯ мекунем. тамом. гӯш кунед, боз аз дастам ягон ҳодисаи нохуш наояд. зуд аз ин ҷо равед. маро девона накунед. ин беақлро дар берун бо ягон одами боақл сар диҳед. майлаш мешавад, мо сар намедиҳем. мо рафиқ полис меравем. бароед. рафтем. ای حیوان، برای چی همه گپ رو نقل میکنی؟ باز دعوا میکنی بیعقل. اکا جان، من از کلتق خوردن زیاد از کجا میدونم که چی گفته باشم اکا. عصبهایم خراب شد، طاقت کردن نتوانستم. نقص شد، به تو حتی کم شد. ای حیوان، قریب همه ما رو میسوزاندی. اکا من فهمیدن میخواهم اون مصطفی حفظ رو چخیل به درون در آوردید. برای چی میپرسی؟ رفته به پلیس نقل میکنی؟ نه اکا، فقط فهمیدن میخواستم. راست میگویی. از این بعد از نفس گرفتن دیگر هیچ کار نکن. چون که همیشه رفتن گیرد نفس هم گرفتن نمیتوانی. خیر تمام اکا میمدو، این رو گذار میرویم. لباسم رو عوض کردنی بودم. سوار شو با ماشین، لباسهایت رو عوض میکنیم. خانمان، من تبعتان رو خیره کردن نمیخوام، لیکن اکنون از این خانه هر چی زودتر دفع شده روید میگویم. ای باز همون تعریف کنی. بهودگویی نکن. رفت مرا دوست میدارد. آن را برای چی دخترم؟ برای چی؟ تو را دوست می‌داشتگی دیگر زن را برای چی بوسه کنه؟ هیچ. چون که با من عاشق است. گوش کنید، در گوشای رفت گوشمانک بود. یعنی با وی دیگر کس گفت که جمیله را بوسه کن. رفت کار باشد. عجبا. گوشمانک؟ این دروغ بی‌معنی رو با تو کی گفت؟ وای دختر، تو ساده هستی؟ نه خود از روی گوشمانک شده بوسه کنده؟ از گریبان پسرم نمیافته چی؟ هر چی میگوید. از حسد چیکار کردنش رو نمیدوند. دلم با شما میسوزد. در حقیقت مدامی که باور نمیکنید رفت رو انتظار شویم و اومدم پس میگوید که کی رو دوست میدارد. اگه در درونم یک درد میخورد مرا. وای دردی بیعقلیت است. به تو هم یگان چی گفته نمیشود اکای ممدو. تو همه گپ های میگفتگرد رو با پلیس گفتی، به من یگان چیز نگو. اکای ممدو، جانه فؤاد در کجا پنهان کرده باشد یافته نماندازیم. از وی حسابی شده بک رو میپرسم. مایلش بختیار میابیم. شب خوش بختیار. شب خوش اکای ممدو. بعد چی شد کلاغفز؟ رفتیم. اکا من با بختیار کمتر کار دارم. چی خیل کار؟ کار دارم. اکای ممدو، تو ما رو تنها گذار. من با این بچه کمتر گپ دارم. یک گوشهایش رو کشیده بعد روان میکنم. با جای من هم کش. انسان خوبی
جناب بختیار. رفتم. ای وای، شما همه‌تون چیکار کرده ایستادید یک جای؟ تو رو انتظارم رفعت جان. مرا انتظارید؟ یک جای؟ مرا انتظارید؟ بله رفعت جان، تو رو انتظارم یک جای. رفعت من تو رو بسیار یاد کردم. به حجره همون برایم. خاموش. طاهر در بالا پدر جان گفته روزی دراز بچه گیره کرده است. این خیلی می شود مگر؟ خانمان شوهرم رو آروم گذارید، نباشد بسیار بد می شود. یگان خیلی بد نمی شود. رفعت پدری پیسری زیبای من است. می بخشید. کنی رفتیم. رفتیم جانم. برای کودک من هم پدر است. می شود همین خیل. طاهر پدرش رو انتظار است. به حجره اش می بیا به حجره همون برایم. به من وعده داده بودی. رفعت جان، طاهر تو رو انتظار است. رفتیم جانم. بیا آخر وعده داده بودی. نمی شود. عزیزم، ما با حجره همون برایم. مالش عزیزم. ایستو. تو در کجا بودی؟ من به محبس افتادم ایلیم. مرا به زندانهای تاریک پرتافتند، لیکن نمردم. کلتک شب کردند، بسیار زدند، لیکن نمردم. اون دیوارهای غفص محبس را چپه کردم، سرخم نکردم برای آنکه دیدار شریف تو را بینم. بله. تو چی بهودگویی داری؟ یک بوسه کنم. یعنی تو را دوست می‌دارم ایلیم. نمی شود. چیکار کرده ایستودایی؟ قرار ایست؟ تو هم مرا یک بار بوسه کن. نمی شود. گویا نمی شود. نه در حیات نمی شود. نه اصلا این کارو نمی کنم. نمی کنم گفتم تمام. مایلش. لیکن همچون رفیق دوست داشته نمی شویم یعنی؟ این فرقش نیستی. چیزی شود نشود بوسه کن با همش راضیم. شکمم به یک درد سخت در اومده. واهیمه نکن، یک بوسه خورد بود تمام. نه ایلی، این دیگر خیلی درد. ای اینیلی به عقل، بجای اون که مثل شهزاده شوی بدر پیچیده همین خیل میشینی. بوسه کردم تو رو، یعنی تو همین خیل میشوی. ای انیل به عقلی نکن، کنی خیل نباشه دیگر تو رو بوسه نمی کنم. میرم ایلی. کنی خیل انیل. غضبی آقای رفت مرا گرفت. میرم.
تو رو بسیار دوست می‌دارم ایلیم. آخرین بار بوسه میکنی. ای بی عقل، برای یک بوسه دیگر گرفتن من رو فریب کردن نمیتوانی. من به این حیله ها باور نمیکنم. بوسه من پر قیمت همین خیل به هوا تقسیم نمیکنم. به خدا این حیله نیست. تو رو بسیار دوست میدارم. از تو سیر نکردن نروم ایلیم. یک باری دیگر بوسه هم کن. خیر مایلش میبوسم، لیکن این خیل حیله‌گری رو میپرتویی. اکنون میگویم نکنی خیل نباشد میروم. تو رو پرتوفته میروم. خسکنیا بسیار بی‌معنیگی کردی. اینجا همین خیل میایستی، از من بوسه دیگر نمیگیری. بین رفته ایستادم. پدر، عزیزه، جمیله خاندان بختیار رو تقسیم کرده نمیتوانند. تو چی گفته ایستاده ای؟ تنها من او رو دوست میدارم میگوید، دیگر چیزی نمیگوید. چه خیلی یک جاذبه دارد این بختیار. چیزی این رو دوست میدارند. من هم نفهمیدم. یگون خیلی جاذبه‌اش رو هم دیده نتوانستم. تو از کجا میبینی؟ نه پدر، تو پرسیدی من هم جواب دادم. نباشد و من چی از جاذبه‌اش؟ همه زنهایم را از دستم گرفت. این خیل نباید شود. در حال فؤاد رو زنگ زن. لیکن پدر، زنگ گفتم. الو فؤاد، تو کی هستی؟ من رفعت شکر. با تو عاجلا باید گپ زنم.